سلام خدمت همه عزیزای دلم. امروز یک معرفی جدید دارم براتون که امیدوارم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید و به توضیحاتی که خدمتتون ارائه میدم توجه کنید. کیفی که امروز براتون آوردم کیف مدل i6200 هست. شاید شما با خودتون بگیم که ما قبلا این کیف رو توی پیج اینستاگرام دیدیم و با شماره i385 بوده که اونجا ما این کیف رو به عنوان کیف دوشی و دستی مدل A4 میفروشیم که چون داخلش برگه A4 جا میشه ما به عنوان این کیف رو فروختیم. تغییر اصلی که اینجا ما برای این کیف انجام دادیم این هست که به درخواست مشتری عزیزمون این کیف رو به صورت دوشی در آوردیم و که هم بشه به صورت کیف دستی ازش استفاده کرد و هم به صورت کیف کوله پشتی ازش استفاده میشه. این بندهای کوله پشتیش هست که قابلیت جداسازی داره به وسیله این گیره هایی که اینجا هست و توسط این قسمت هم بلند و کوتاه میشه و میتونید اون رو برای خودتون تنظیمش کنید. خب مشخصات دیگه که داره این کیف ابعادش 27 این قسمتش 27 سانت هست، ارتفاع 31.5 هست و قسمت پهنای کیف هم 9 سانته. قسمت جلو یک جیب قرار داده شده که حالا جادار هست و چیزای زیادی میشه داخلش گذاشت. یک زیپ اینجا داره. پشت کیف هم این قسمت هم زیپ داره. نکته اصلیش این هست که این کیف قابلیت این رو داره که شما برگه A4 رو داخلش قرار بدین که من نمونه کار رو براتون تست کنم. این یک دسته تقریبا 500 تایی برگه A4 هست که شما میتونید داخل کیف قرار بدین و راحتی ازش استفاده کنید. مخصوص جزوه های A4 هست. ممکنه برای پوشه که مثلا بزرگتر باشه کارایی نداشته باشه که اگر شما بخواید باز ابعاد مورد نظری داشتید و خواستید تغییرات بدین میتونیم ما این کیف رو براتون توی ابعاد که شما بخواید براتون تغییر بدیم. اگر دقت کنید این نمونه سایز کوچک همین کیف هست که این هم به درخواست یکی از مشتریان این هم به صورت کوله پشتی میخواد بهشون ارائه بشه. خب برای معرفی های بیشتری که ما داریم و همچنین آموزش هایی که قراره توی کانال یوتیوب قرار بدیم شما کانال رو حتما سابسکرایب کنید و اونجا میتونید کامنت بذارید و نظراتتون رو اعلام کنید و آموزش هایی که مورد نظرتون هست یا معرفی کیف هایی که میخواید اونجا درخواست کنید و کامنت ها پاسخ داده میشه و بهش توجه میشه. شما میتونید این کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید. این بخش از معرفی ما داخل پیج اینستاگرام یک مسابقه براش قرار دادیم که شما باید تفاوت این کیفی که i6200 و اون نمونه i385 رو که ما قبلا معرفی کرده بودیم رو تفاوتش رو باید اونجا داخل پیج اینستاگرام بگین و کامنت کنید و کانال یوتیوب ما رو دنبال کرده باشید و این ویدیو رو هم باید لایک کنید و باید از صفحه عکس بگیرید و داخل دایرکت اینستاگرام برای ما بفرستید تا اونجا برای یک قرعه کشی یک کیف موبایل که بین افرادی که شرکت کردن و پیج رو سابسکرایب کردن اونجا ما یک قرعه کشی یک کیف موبایل قرار دادیم. اگر تعداد نفرات بیشتر باشه باز تعداد کیفایی که قرعه کشی میشه بیشتر میشه و که همه بتونن از این جایزه استفاده کنن. خب موفق و پیروز باشید.